حکومتش، بلکه به خاطر اخلاقی که داشتن و نشان دادن که عدالت فقط شعار نیست، بلکه خب یک عمل روزمره هست. و این که من میبینم در جامعه‌ای که ما در زندگی میکنیم، بقیه اعضای جامعه رو میبینم، نه فقط ماها، کسایی که دنمارکی هستن یا کسای دیگر هم میبینم. مثال خیلی سطحی است که در من خودم در صف دکان بودم، خیلی عجله داشتم، چیزی خریده بودم، پیش روی یک خانم دیگه بود که دنمارکی بودن. باز اینا فهمیدن که من خیلی عجله دارم، باز برای من گفتن که میتونی بیای پیش من استاد شوی، من عجله ندارم، مشکل نیست. خب یک مثال بسیار سطحی و کوچیک است، اما اینطور اتفاقا خیلی پیش آمده و میآید در جامعه ما که ما در زندگی میکنیم. اکثر انسان ها تلاش میکنن که انسانیت رو رعایت بکنن، ارزش های بسیار مهمی دارن، حتی اگر مسلمان هم نیستن. و بعضی وقتا وقتی اتفاقای کوچک تکرار میشه، به خود من شخصا و شاید بعضی از شما این فکر ایجاد میکنه در ذهن من که اینا مسلمان نیستن، اما ببین چقدر انسان‌های خوب هستن، چقدر انسانیت رعایت میکنن. اما خب این طرز فکر طبعا خیلی درست نیست، چون درست است که اونها کسای دیگه که مسلمان نیستن انسانیت رعایت میکنن، ارزش‌های بسیار مثبتی در جامعه‌ای که ما درش هستیم در دانمارک خدا رو شکر هست. اما این که برای ما بعضی وقتا ارزش‌ها بیگانه هست یا برای ما